بدترین لودات بازی از نظر منه که یک KSP 45 داره که به نظر من آشغال ترین گان بازیه با یه دونه D13 سیکتور که به نظر خیلی آشغاله و نید معمولی و این ترپ هم که اصلا امتحانش نکردم نمیدونم چیه به اضافه اسکین چارلی. سلام رفقا، حالتون چطور؟ خوش اومدین. ویدیو من اورمیکس هستم. توی این ویدیو اومدیم با هم دیگه بریم یک گیم پلی داشته باشیم با بدترین لودات بازی، یعنی KSP 45 و آره دیگه به نظر من خیلی آشغاله. حالا شاید بگید چرا تو نیومدی به جای KSP 45 پیداش کنم از NA45 استفاده نکنم؟ رفقا با این اصلا نمیشه گیم پلی در آورد. خدایی اصلا شاید نتونم تو کل ویدیو 2-3 تا کیل بزنم، برای همین انتخابش نکردم. اینه بدترین لودات بازی و رو مخترین همینه 100%. اشکال نداره دیگه، بریم برای گیم. خب ما یه دونه فریفرال شیپمنت استارت کردیم برای دست اول و بریم ببینیم چجوریه. زیاد گانه بدی نیست، میشه باش کلی گرفت همونجور که داریم میبینید، ولی این خیلی بده، نمیبینید اصلا نمیشه. حالا تامپر یا سمارس چیز دیگه بهتره، ولی این اصلا خیلی رو مخه و بله خورد. زوم که میکنی خیلی دقت تیرش بالا میره، اینجوری باید نمیخوره اصلا حالت هیپ فایر. و آره همجور که داریم میبینیم من دارم همش خراب میکنم و بله من خوبه یه جورایی میشه باش کیل گرفت. KSP 45 نه اصلا نفرت دارم از این گان، از همون اولی که اومد توی بازی یا بود از اول نمیدونم، من 3-4 سال بازی میکنم نمیدونم بود یا نه. اصلا بعدم از این گان میومد کلا خیلی گان مسخره رفقا. و آره دیگه گفتم پس یه ویدیو هم باش بگیریم بدترین لودات بازی. ببینیم این چیه، راستین تازه اومده چی کار میکنه کارشین چی کجا رفت؟ بزن. آها حاجی خوب بود، 7 کیل گرفتیم. بریم یه مچ دیگه پلی بدیم. حاجی دوم شد هم، ببینیم چی کرده. از این کلز مسخره، بعدم از این کلز میاد خیلی آشغاله، اصلا تاکسیک بازی محض این کلز. خب که ما تا اینجا اومدیم بریم این ستاره هم بزنیم ببینیم چی بهمون میده. خواستم شورت ویدیوش کنم که نمیشه، با ستاره نمیشه، باید 10-20 ساعت اقل باشه. و بله یه دونه اینو دیگه خدایی متیک بده، هیچی نداد. اوه یه دونه کارت متیک داد، عالیه خوبه. یه لحظه من چند ماهی میشه کال آف بازی نکردم، برام ببینم چند تا از این کارت ها رو پر کردم. بابا اینم مفیک کجا بود؟ اینه. وای نزدیک 300 خورده مونده حاجی. من AK رو نمیتونم بگیرم ولی RPD رو میتونم چون RPD خیلی داره زیاد میده. بریم مچ. خب رفقا ما این مچ هارد پوینت اومدیم. رفقا من چنلم بیشتر چوری بتونم، من خودم بتل پلیرم ولی فعلا میخوام اول چنل، یعنی 100 تا ویدیوی اول چنل رو با مولتی شروع کنیم، چون مولتی هم آسان‌تر هم دردسر نداره. رفقا خوبی این D13 همینه، کسی که کم میکنه رو اونجا میندازی. چه عجب زد 2 نفر حاجی، چه خفنه حاجی. باید بکنمش ویدیو رو بهترین لودات بازی به جای بدترین. لحظه زبونم گرفت. نکنه اونجا کسی که کم میکنه میزنی کسی نرفته. نشد. خب حاجی میخوام بیشتر با این کیل بگیرم. اصلا KSP 45 که نمیشه، خودتون دارید میبینید. و بله اصلا نمیشه KSP 45. با HS لژندری هم میخوایم ویدیوهای بسیار زیادی بگیریم، ولی فعلا گفتیم چند تا ویدیو با اکانت اصلی هم ضبط کنیم دیگه. نه اکانت هم بعدیش اینه، بگم حرف بزنیم با هم دیگه تو ویدیو. من اکانت هم بعدیش اینه، بعدیش اینه که روی ایمیل اصلی خودم، البته چنجش میتونم کنم با ایمیل دیگه، ولی حوصله این کارا رو اصلا من ندارم. من به زور ویدیو هم ضبط میکنم، حالا بهتون بر نخوره، ولی کلا خواستم بگم بخوام اکانتمو بفروشم همین الان مشتری داره نزدیک 500,000 تومان. درسته گان لژند نداره یا متیک، ولی خیلی گان اپیک و کاراکتر متیک اپیک داره. و البته رفیقم هست که میخواد ازم بخره این قیمت، ولی من که به رفیق
ازش پول نمیگیرم، رفیق چند سالمه. حالا در کل گفتم خواستیم با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم. حاجی اوه سگ گست اصلا نمیشه با KSP 45 کیل گرفت زیاد نکنید. سگو زدم. بزن همین الان که گفتم نمیشه سر 2 تا کیل گرفتم. حاجی من آتش بردم. بیت اوه همتون رو دارم آتیش میزنم. من هیتلرم. هیچ من وای اینو خراب میکردم. حاجی خوبی این دی13 همینه، همینی که بشکه پرتاب میکنه. بخوایم اونو بزنیم خورد. حاجی نارنجک حاجی حال میده. نید نارنجک هر چیز. اوه یه نفر رو کیل کردم باش. وای نترکید. حاجی خیلی رو مخصن نمیشه زدش. حاجی اصلا خودن گانه مسخره KSP 45 اصلا با آدم خراب میکنه. نمیخوام زیاد ویدیو رو کشش بدم چون باید کات بندی کنم، کات بزنم ویدیو رو. هزار تا کار داره. من ویدیومو همون روز که میگیرم همون روزم ادیت میکنم و آپلود میکنم و تامنیلا رو از قبل میزنم. تامنیلا رو ایدا رو میارم مینویسم توی دفتر، تامنیلاشو میزنم مثلا چند روز قبل یا هفته 2 هفته قبل و بعد مثلا هر موقع که میام میبینم مثلا امروز ویدیوش چی داریم تو دفترچه مینویسم، ضبطش میکنم. میاد 5-6 نزدیک 10 دقیقه طول میکشه، 5-6 دقیقه نه. بعد با کات بندی و اینجور چیزا 3-4 دقیقه میشه ویدیو. چون کال اف دیوت کات نمیخواد بزنی، چون مثل ماینکرافت یا اینجور چیزا نیست حوصله سربر باشه. بله همینجوری که دارید میبینید من فشاری شدم، واقعا نمیتونم این نفر، مغزم واقعا نمیکشه. وایس من اینو بزنم. واجب بخوره. تو بیا منو بزنه من خودمو جر میدم. نمیذارم. خب رفقای گلم بود از این ویدیو. دیدی که اصلا نمیشه باش کیل گرفت و فشاری هم شدم واقعا. عکس نبود. لایک کامنت دنبالتون نره چون تازه کارم. خوشحال میشم ازم حمایت کنید. دارم دیلی آپلود میکنم هر روز. البته دیروز ویدیو نذاشتم، شورت ویدیو جاش گذاشتم. یک شنبه و 3 شنبه رو فکر کنم اختصاص بدیم به شورت ویدیو و امیدوارم خوشحال میشم که منو ساب کنید. همین، نمیخواد ویدیو رو لایک کنید. این ویدیو وایرال بشه هیچ دردی از من دوام نمیکنه و همین دیگه. تا یه ویدیو دیگه دوستون دارم. فعلا پیس اوت.